فقه میسر، فقه آسان بیان که ما با همراهی شما الکی یک چند باب را از این کتاب گرفتیم، یک چند موضوعات را گرفتیم. در باب چهارم ما قرار گرفتیم. باب چهارم درباره مسواک زدن و سنت های فطری سخن خواهد رفت. باب چهارم درباره در بیان مسواک زدن و سنت های فطری و این باب دارای یک چند مسئله های است. مسئله اول مسواک چیست؟ مسئله اول خودی مسواک چیست؟ فرمایید که السواک هو استعمال العود و نحوه فی الاسنان واللثه او اللثه. مسواک این استفاده بردن چوبچه یا چیزی مانند آن برای تازه کردن دندان ها یا اینکه همان گوشت یا پوستی که در بالای دندان هاست تا آن باقی مانده خوراک و بوی نامطلوبی که در بدن انسان قرار دارد آن را دور بسازد، آن دور کرده شود. این است معنای السواک. مسئله اولی که در این کتاب سخن می رود حکم مسواک. حکم مسواک چی است؟ میفرماید که السواک مسنون فی جمیع اوقات. مسواک زدن، مسواک کردن در همه وقتها، در تمام وقتها این سنت است. در تمام وقتها استفاده بردن مسواک این سنت است. حتی اگر شخص روزه‌دار هم باشد، حتی در حالت روزه هم قرار داشته باشد، مسواک کند برای انسان جایز و رواست. نه وابسته از اینکه اول روز باشد، آخر روز باشد، این جایز و رواست. دلیل آن چی است؟ زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم را به سوی آن عموما تشویق میکردند و ترغیب میکنیدند و این مسواک زدن را با وقتی معین محدود نکردند. چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام احمد و دارمی و ابن حبان روایت مینماید فرمودند که السواک مطهر للفم و مرضات للرب. به درستی که مسواک زدن این پاک کننده دهان و باعث رضایت پروردگار قرار میگیرد. شاید در نزد ما این یک کار عادی و اندکی بیتابد، ولیکن این پاک کننده دهان از هر گونه پلیدی ها و از هر گونه بوی ها و همچنین در این مورد راضی پروردگار است، در این رضایت پروردگار است سبحانه و تعالی. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاه. اگر نمی ترسیدم که بر امتم دشواری می آورد یا که بر امتم دشوار می شد با استفاده مسواک در هر وقت نماز امر از برای استفاده مسواک در هر نماز امر میکردند. این حدیث را امام بخاری و امام مسلم روایت کردند. مسئله دوم متى یتأکد. میفرماید مؤلف که کدام وقت این تأکید می شود، یعنی که حالت های تأکید شده مسواک زدن، یعنی که کی بیشتر تأکید می شود که انسان در این حالت مسواک بزند. میفرماید که یتأکد عند الوضوء و عند الانتباه من النوم. استفاده بردن مسواک حالت های زیرین تأکید کرده می شود، یعنی که بیشتر مستحب بودنش ممکن است در وقت طهارت گرفتن، در وقت بیدار شدن از خواب و عند تغییر رائحه الفم و وقتی که بوی دهان انسان تغییر می‌یابد، هنگامی که بوی دهان انسان تغییر می‌یابد. همچنین و عند قراءت القرآن و عند الصلاه و همچنین هنگام تلاوت قرآن و هنگام نماز خواندن نماز و همچنین وقتی وارد شدن بر مسجد یا بر خانه بر اساس احادیثی که روایت شده است، بر اساس آن احادیثی که در این مورد روایت شده است. از مثلا مقدام ابن شریح از پدرش میگه قال سألت عایشه، میفرماید که من از عایشه رضی الله عنها پرسان شدم، سوال کردم. چی سوال کردن؟ در مورد مسواک زدن. او از عایشه رضی الله عنها پرسیدند و گفتند که بی ای شیء کان یبدا النبی صلی الله علیه و سلم اذا دخل بیته. گفتند پیامبر الله صلی الله علیه و سلم وقتی که داخل خانه میگردیدن از چی چیز شروع میکردن؟ برادرها در گروه هر چی ننویسین، وقتی درس رو گوش کنید، وقت نوشتن نیست. در آخر درس بعد سوال جواب میشد و میتونه که به حضور دیگه سوال خود رو بدهید، اما بیهودگویی نکنید. الله سبحانه و تعالی مردم بیهودگو رو دوست نمی‌دارد. طلب علم نمایید، علم بیاموزید و درسته که آموختن علم شما را نجات میبخشد. و مقدام ابن شریح از پدرش روایت شده است که از عایشه رضی الله عنها پرسید تن بی ای شیء کان یبدا النبی صلی الله علیه و سلم اذا دخل بیته. هنگامی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم داخل خانه خود میشدند، داخل خانه خود میگردیدند، با چی چیز آغاز میکردند؟ عایشه در جواب گفتند که قالت بالسواک، با مسواک زدن شروع میکردند. همه این سنت های هست که ترک شده هستند، برای همین تلاش نمایید که این سنت ها را بجا بیارید. این حدیث را امام مسلم در صحیحش، همچنین امام ترمذی، ابی داود و ابن ماجه روایت کردند. همچنین استفاده مسواک وقت تاکید می شود که شخص مدت زیاد خاموش باشد و همچنین هنگام ضرب شدن دندان های انسان. همه این بر اساس احادیثی که ذکر شده است، روایت شده است، بیان کردیم. و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا قام من اللیل یشوس فاه بالسواک. وقتی که شب از خواب بیدار می شدن، از خواب می خستن، دهان خود را با مسواک تازه می کردند.
روایت بخاری است از حدیث حذیفه رضی الله عنه و همچنین امام مسلم این حدیث را از قیس روایت کردند رضی الله عنهم. مسلمان وظیفه دار است که وقتی که به عبادت مشغول می شود، به هر نوع به هر گونه عبادت مشغول می شود و می خواهد به الله نزدیک بگردد و نزدیک بشود، با بهترین حالت تازگی و پاکی به سوی پروردگار باید نزدیک بشود و مسواک زدن هم از تازگی و پاکیزگی به شمار می رود. بارک الله فیکم. و در اینجا مؤلف مسئله صوم رو برای ما و شمایان ذکر یادآوری می نماید. می فرماید که بیما یکون، با چی چیز مسواک زدن صورت می گیرد. مسواک زدن با چی چیز صورت می گیرد. می فرماید که سنت است که مسواک با چوبچه نرم و تازه انجام داده شود. سنت هنگام مسواک زدن اینکه با یک چوبچه نرم ملایم و تازه انجام بیابد که این چوبچه پاره پاره نشود و دندان ها را زخمگین یا که زخم آلود نکند، چون که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که کان یستاک بعود العراق، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم با چوب عراق یک نوعی نهال مخصوص است که از وی مسواک کرده میشد. چوب به نهایت ملایم و خوب است، از این چوب استفاده می‌بردند. روایت بخاری و حدیث را عایشه رضی الله عنها روایت کردند. و شخص میتواند با دست راست یا با دست چپ مسواک بزند. این مسئله واسع است و کسی مجبور نیست که حتما با دست معین مسواک بزند. برایش امر واسع است، با دست راست باشد با دست چپ باشد، المهم این مسواک زدن را فراموش نکند. اگر در وقت طهارت چوب مسواک پیدا نکرده، با همراهی خود مسواک نداشت، چیکار را انجام بدهد؟ میتواند با انگشت خود مسواک کند دندانهای خود را، چنانچه از حضرت علی رضی الله عنه، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه بیان شده است در بیان تفسیر طهارت پیامبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه طهارت گرفتند. در آن مورد ذکر یادآوری شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار هم انجام میدادند. این حدیث در سنن ابی داود، در سنن ترمذی از علی ابن ابی طالب روایت شده است، اما در سنن ابی داود باشد همچنین از علی ابن ابی طالب و ابو مریم روایت شده است. مسئله دیگر، فواید السواک. مسواک چه فایده های به خود دارد؟ مسواک زدن با خود چه فایده های دارد؟ از مهمترین فایده های مسواک این است که در حدیثی که ما در بالا اشاره کردیم، اینکه مسواک کردن این پاک کننده دهان و رضایت الله سبحانه و تعالی در دنیا و آخرت است. مسواک پاک کننده دهان و در دنیا و باعث رضایت الله سبحانه و تعالی در آخرت میگردد که این حدیث را من بیهقی از انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرده هستند. پس در اینجا هنگامی که ما این مسائل رو فهمیدیم، برای مسلمان لازم است که این سنت رو پیوسته نگاه بدارد و بر این سنت پیوسته عمل نماید و این سنت رو به هیچ وجه ترک نکند، زیرا آن فایده های بزرگی دارد. متاسفانه بعضی از مسلمان ها 1 ماه یا 2 ماه میگذرد که عموما مسواک را در دست وی نخواهید دید، یک بار دهان خود رو مسواک نمیزند، یا این شاید از سبب تنبلی باشد، تنبل شده است مردم، یا از سبب نادانی فضیلت آن است که از فضیلت آن بخبر مانده است و مردم با ترک این سنت که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داد و مردم با ترک این سنت که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را پیوسته انجام داد و قریب بود که مردم را صحابگان را امر بسازد، یکی بر دوش آنها این را فرض قرار بدهد. این دولت بر ثواب و فایده های بزرگی را در بر میگیرد و در برابر آن فایده هایی که در حدیث ذکر شد، فایده های دیگر مسواک نیز آمده است. علما رحمهم الله تعالی ذکر کردند و فرمودند که دندان ها را مستحکم میسازد، دندان ها را مستحکم میگرداند و همچنین ریشه های دندان را مستحکم میسازد. آن گوشت هایی که یا که پوستی که در بالای دندان است آن را هم قوی میگرداند و آواز را پاک و صاف میگرداند و انسان را میفرمایند که فعال میگرداند، انسان را فعال میگرداند. اگر خوابالود باشد اون را فعال میسازد و غیر از فایده های دیگری هم مسواک زدن دارد. برای همین تلاش نمایید این فایده های مسواک را از دست ندهیم و این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم که در بین مردم گم شده است این را ما انجام بدهیم. سپس مؤلف مسئله پنجم را برای ما و شما یادآور می‌نماید. می‌فرماید سنن الفطره، سنت های فطری، سنت های فطری یا که خصلت های فطری، تسمى ایضا خصال الفطره. این عمل ها را خصلت های فطری نیز می‌نامند، زیرا شخصی که آن را انجام می‌دهد، یعنی که این سنت های فطری یا که خصلت های فطری را انجام می‌دهد، دارای فطرتی خلق شده الله سبحانه و تعالی است که الله مردم را بر آن چیز بر آن آفریده است و آن را برای مردم دوست داشته است تا انسان در بهترین شکل و بهترین صورت و زیباترین صورت قرار بگیرد. و سپس فرمود که عن ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: خمس من الفطره، 5 چیز از فطرت است، 5 چیز از فطرت است: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقلیم الاظافر. تازه کردن موی زیر ناف یا استحداد میگویند و ختنه کردن و تا کردن موی لب و تازه کردن زیر بغل و همچنین قیچی کردن ناخن ها که این حدیث را بخاری و مسلم و اصحاب سنن روایت کردگی هستند. و
و در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شمایان 5 مسئله را یادآوری کرد. یکم استحداد از کلمه حدید است، یعنی تازه کردن موی شرمگاه، موی زیر ناف که عادتا با کارد یا تیغ یا چیزهایی که حاضر نوپیدا است انجام داده می شود، تازه کردن می شود. و بدونید که این تازه کردن نه تنها یک پاکسازی است، بلکه زیبایی ظاهری انسان را نیز تأمین میکند و امروز می توان آن را با واسطه دیگر وسیله ها استفاده برد. کرم ها است مثلا، یا که دیگر چیزهایی که هست، هر کس از این با خبر آگاه است، دیگر جای ذکرش نیست. انسان می تواند خود را پاکیزه نماید، زیر ناف خود را پاکیزه نماید. دوم از فطرت سلیم و پاکیزه انسان این ختان است، برطرف کردن پوست است که در سر عضو مرد قرار میگیرد. در پوست اطراف حشفه میگویند، به هر کس معلوم است. برای مردان این عمل باعث پاکسازی میگردد و از دور شدن نجاست ها میگردد، زیرا اگر این پاکیزه نگردد در زیر آن شاید چرکینی ها و پلیدی ها قرار بگیرد و این امر برای مردان واجب است. ختنه کردن برای مردان این امر چی بوده است؟ واجب بوده است. اما برای زنها شاید اینجا سوالش هم برای زنها چی؟ برای زنها باشد بریدن پرچه است، بریدن یک پرچه که در بالای محلی علاقگی قرار دارد و علما میفرمایند که گفته شده است که آن به مثل تاج خروس است که برای زنها بریدن این سنت است. پس ختنه برای مردان فایده های خیلی زیادی هم دارد و برای زنها باشد چگونه که علما رحمهم الله تعالی فرمودند این باعث پس شدن شهوت انسان میگردد. اگر زنی که شهوتش شدت داشته باشد، پس قیچی کردن آن باعث کم کردن شهوت او میگردد. و در مورد ختنه کردن که این باید در کدام روز در کدام وقت صورت بگیرد، علما میفرمایند که بهتر است که این ختنه کردن در روز هفتم صورت بگیرد، انجام داده شود، زیرا در این کودکی شفاش زودتر است و این سنت است و با بهترین حالت انسان زودتر شفا مییابد. و سپس مسئله دیگری که در اینجا برای ما و شمایان ذکر یادآوری میکند کوتاه کردن و کم کردن موی لب‌ها. کوتاه و کم کردن موی لب‌ها یعنی موی لب‌ها را کوتاه میکند. این امر سبب زیبایی و پاکسازی انسان میگردد و فرق نمودن بین مسلمانان و کافران است و مشرکین است و حدیث‌های صحیح در این مورد دلالت بر آن میکند که باید مرد موی لب‌های خود را کوتاه نماید و ریش خود را بگذارد، ترک نماید و ریش خود را گرامی بشمارد، گرامی بداند. متاسفانه بسیاری از مردم این سنت را ترک کردند، موی لب‌های خود را نمیگیرند، کوتاه نمیکنند، موی لب‌های خود را کلان میگذارند و ریش‌های خود را کوتاه مینمایند، برعکس عالمان و گذشتگان دین، بزرگان دین، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث خیلی زیاد فرمودند که بعضی از آن ذکر یادآوری مینمایم: جز الشوارب و ارخ اللحى و خالف المجوس، موی لب‌های خود را گفتن کوتاه نمایید و ریش‌های خود را بمونید، بگذارید. کنی مردانی که بر این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کننده باشند و با مجوس، آتش پرستان، کافران مخالفتی نمایید، مخالفتی ورزید. و نیز در دیگر حدیث فرمودند که خالف المشرکین و وفر اللحى و اوفوا الشوارب، مشرکان را مخالفتی کنید، ریش‌ها را بگذارید و موی لب‌ها را کوتاه نمایید. که این حدیث را امام بخاری و مسلم و ابی داود و نسائی روایت کردند. پس بر مسلمان لازم است که با این راهنمایی پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی کند و از مانند شدن به دشمنان و کافران و مشرکان خودداری نماید و همچنین از مانند شدن با زنها خود را خودداری نماید. این زن است که خود را زیبا نگاه می‌دارد، بدن خود را پاکیزه برای شوهرش پاکیزه نگاه می‌دارد، پاکیزه می‌نماید. اما مرد، زیبنده مرد این ریش است. الله خیرتون دهد. سپس قسم چهارم از اقسام فطرت‌هایی که الله انسان بر آن آفریده است، این تقلیم الاظافر میگویند، گرفتن ناخن‌ها، یعنی ناخن‌ها را کوتاه کردن و نگذاشتن آنها که دراز بشوند. و این عمل ناخن‌ها را و دستان انسان را زیبا می‌گرداند و زیبا می‌کند و انسان را از هر گونه افلاسی‌هایی که در زیر آن جای می‌شود نگاه می‌دارد. و بعضی از مردم هم می‌بینیم که این سنت‌ها را ترک کردند. حتی بعضی از مردم ناخن به یک انگشت خود را دراز می‌کنند، خصوصاً این هم از وسوسه‌های شیطانی است و تقلید از کفار است. الله ما را حمایت کند و هدایت نماید. و پنجم نتف الابط می‌فرماید، کندن و تازه کردن یا که چیدن موی زیر ناف، موی زیر بغل. این هم از فطرت مردم است. می‌توان آن را با کندن یا تراشیدن یا دیگر واسطه‌ها دور بسازی زیر بغل را و این امر باعث پاکسازی و دور شدن بوی‌های ناخوش می‌گردد. و این همه فطرت‌های سلیمی که ما بیان کردیم از دین پاک اسلام است که انسان را زیبا می‌گرداند، زیبا جلوه می‌دهد و پاکیزگی و تقلید نکردن از کافران وادار می‌سازد. و ای برادر و خواهر گرامی، مسلمان باید با دین خود افتخار نماید. کنی افتخار ما باشه با این دین پاکیزه، با این دین نیکو که همش نیکویی هست. با این دین افتخار نما، با این دین شرف داشته باش و انسان از پروردگار خود اطاعت کردن باید افتخار نماید و از سنت پیامبر پیروی کردن همچنین باید افتخار نماید. و عمل دیگری که به خصلت‌های فطری الهام می‌شود، چگونه که حدیث عایشه رضی الله عنها روایت کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 من فطره گفتند، 10 چیز از فطرت است، 10 چیز از فطرت است. تا کردن موی لب‌ها، گذاشتن ریش، مسواک کردن، آب را در بینی کشیدن هنگام طهارت، گرفتن ناخن‌ها، شستن بوغم‌های انگشت، بالای انگشت هنگامی که میشن در بالای انگشت اینجا جای‌ها است، جاهایی که قد میشن اینجا رو
شد شکیدن و چیدن موی زیر بغل، تراشیدن موی زیر ناف و استنجا، تازه شستن هر دو مخرج رو. این 10 فطرت است که از عایشه رضی الله عنها روایت است. حدیث در صحیح مسلم است و ابی داود و ترمذی و غیر از علمای محدثین این رو روایت کردند. و مصعب ابن شیبه که یکی از راویان حدیث میگوید که نسیت العاشره، من دهمی آن رو فراموش کردم، الا ان تكون مضمضه، مگر اینکه شاید آن مضمضه باشد، میگه در دهان آب رو گرفتن، که این الواگی در صحیح مسلم ذکر و یادآوری شده است. بارک الله فیکم. در اینجا ما از این مسئله مسواک و سنت های فطری درس رو به اتمام میرسونیم. اگر که زنده و سلامت باشیم درس دیگر به اذن الله تعالی در اولین باب از وضو داخل میشویم. در باب وضو گرفتن ما داخل میگردیم به اذن الله تعالی و این مسائل رو با همراهی شمایان به اتمام خواهیم رسید. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اگر سوالی باشد مرحبا، ما با سوالای شما به اذن الله تعالی جواب میگردونم.